روانشناسی جذابیت چه چیزهایی شما را غیر جذاب میکنه؟ کمخوابی و خستگی ظاهری. چهره خسته و بی انرژی و پژمرده جذابیت رو کاهش میده. بوی بدن یا بهداشت ضعیف یکی از اولین چیزهایی که دیگران متوجه میشن. به راحتی میتوان با محصولات و روش‌های مختلف ازش جلوگیری کرد. تمرکز بیش از حد روی ظاهر. اینکه به خودتون برسید و خودتون رو دوست داشته باشید عالی هستش، ولی اگه زیاده روی کنید نتیجه برعکس خواهد داشت. غرور و نبود فروتنی. افراد متواضع و خاکی همیشه جذابتر از افراد متکبر دیده میشن. لبخند مصنوعی یا بیش از حد خندیدن. حالت چهره غیر طبیعی حس منفی رو به آدمو منتقل میکنه. زبان بدن بسته و منقبض. وقتی حالت بدن و ژست شما باز و گسترده باشه، جذابتر به نظر میرسید. زبان بدن بسته و جمع شده برعکس عمل میکنه.